بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها فرمود که یکی از بندگان خدا در مناجات با خدای عزوجل گفت: یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. نوشتن اندازه این دعا یا اینکه پاداش این دعا بر دو فرشته که مأمور است خیلی سنگین آمد و نمیدانستند که چگونه مقدار پاداش آن را بنویسند، یعنی ثواب این دعا را نمیدانستند که چگونه بنویسند. پس به سوی آسمان رفته عرض کردند: خدایا، فلان بندت سخنی را گفت که نمیدانیم چگونه ثواب آن را بنویسیم. خداوند متعال در حالی که خود از هر کسی دیگر به آنچه بنده‌اش گفته است داناتر است فرمود: بنده‌ام چی گفت؟ دو ملائک عرض کردند: خدایا، بنده‌ات گفت که خدایا تو را سپاس آنچنان که شایسته مقام و عظمتی، پادشاهی و بزرگی و جلال از تو است. خداوند بزرگ با آن دو فرشته فرمود: آنچنانی که بنده‌ام گفته است سخن او را بنویسید تا زمانی که مرا ملاقات میکند آن وقت خودم پاداش آن را به او خواهم داد. بله برادران، یعنی از این حدیث برمی آید که این دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما امت تعلیم دادند، این دعا را این دو ملائک مأمور به این نویساندن هستند نتوانستند که چگونه ثواب آن را بنویسند و الله مهربان فرمود: بنویسید آنچنانی که این بنده ام گفت تا زمانی که یعنی بنده مرا ملاقات میکند، از دنیا رحلت میکند و به نزد من می آید، آن وقت خودم پاداش آن را به او خواهم داد. و الله متعال توفیق دهد که هرگاه این دعا را به زبان ما و شما جاری کند. یک بار دیگر دعا را میخوانیم برادران عزیز که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما تعلیم دادند: یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.